سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. یک سری از عزیزان یک موضوعی واسه شون مسئله بود که گفته بودن آقا ما چه فیلترهایی رو باید داشته باشیم برای یک استراتژی، یا مثلا تاییدیه نقطه ورود رو ما چه جوری باید در نظر بگیریم. قبل از اینکه کل این داستان رو بخوام توضیح بدم، باید بهتون بگم که بچه‌ها ریشه این سوالات رو داخل ذهنتون یه خورده دنبال بکنید، چون فقط به این یکی دوتا سوال ختم نمیشه، سوالات دیگری هم هست. شما در فضای احتمالات دارید کار میکنید، اینجا فضای قطعیت نیست. پس نتیجتا سوالاتی رو از خودتون نپرسید که بیشتر سمت و سو داره به سمت قطعیت. یعنی اگر میخوای الان ببینی که چه فیلترهایی باید داشته باشه، این چه فیلترهایی باید داشته باشه باید تبدیل بشه به چه فیلترهایی میتونه داشته باشه. یعنی بر چه اساسی فیلتر در نظر بگیریم، این درسته. ولی وقتی توی ذهنت با خودت میگی باید داشته باشه، یعنی اگر این فیلترها بود درسته، هر چیزی به غیر از این غلطه. در صورتی که ما اصلا درست و غلطی در بازار مالی نداریم. در بازار مالی هر کس واسه خودش یک سیستمی درست میکنه، با همون سیستم شروع میکنه کار کردن، یه وین ریتی میگیره. و سیستم ها میتونن در بازه‌های زمانی مختلف دقیقاً عکس همدیگه بیان معامله بدن، یکیشون تیپی بده یکیشون اسل بده، به همین سادگی. پس نتیجتا اگر یه روز داری استاپ میخوری، نرو سراغ این که یکی دیگه تیپی خورد اون چی کار داره میکنه، اون کار درستی داره میکنه. اصلا این که شما استاپ بخوری مبنی بر غلط انجام دادن کارت نیست، اینو بدون. و صد البته که اگر تیپی هم بخوری، خیلی جاها مبنی بر درست انجام دادن کارت نیست. اوکی؟ این هم بدونید. خب ببینید بچه ها، چه فیلترهایی رو ما باید داشته باشیم برای اینکه یه استراتژی رو در واقع میخوایم تدوین بکنیم. این فیلترها رو باید مثلا اون استراتژی داشته باشه، یا نقطه ورودش رو چجوری در نظر بگیریم. خب ما بر اساس ذات حرکت قیمت این کارو میکنیم دیگه. یعنی اول بدونیم که ذات حرکت قیمت چیه. خیلی ساده، ذات حرکت قیمت اینه: دو تا فاز دیگه، یا رونده به سمت بالا میره، به سمت پایین میاد، روند صعودی نزولی، یا اینکه ما در رنج هستیم. درست شد؟ حالا پس اینجا اون تیک اول واسه من میخوره که آقا استراتژی که من میخوام لحاظ بکنم واسه این دوتاست یا واسه این یکیه، واسه کدومشونه. یا اینکه یه سری ها میگن نه آقا ما یه استراتژی میخوایم توی مثلا سه تاش اوکی باشه دیگه، مثلا حالا هم داخل روندا ما بریم باش کار بکنیم، هم داخل رنج. خب اون دیگه باید خودت بیای در نظر بگیری دیگه. اون استراتژی قطعا داخل روندها که داره کار میکنه اوکیه، حالا توی رنج بخواد کار بکنه یه کوچولو شاید نیاز به تغییرات داشته باشه دیگه. ببینی با ماهیت رنج باید سینکش بکنی، همگامش بکنی که بتونه کار بکنه. پس نتیجتا اون استراتژی که داری تدوین میکنی، اول باید اون داستان اصلیش مشخص بشه که آقا چی رو میخواد بگیره، چه چیزی رو میخواد چه کار بکنه. مثلا یک استراتژی میخوام تدوین بکنم که بیاد اصلا اصلاح شکار بکنه. اوکی میشه. خیلی ها میگن نه آقا روند سعودیه چرا اومدی اصلاح؟ آقا گناه که نکردیم، خب میشه گرفت. شما برو یه استراتژی درست کن، بره داخل روندها عکسشو بگیره، بره مثلا به قول گفتنی چیشو میگن، اصلاحشو بگیره. خب این شکلی کار کن، این اوکیه، هیچ مسئله نداره. یا مثلا آقا میخوام حرکت اصلی رو توی روند بگیرم، یا توی رنج ها میخوام سقف بزنم بره برای کف بزنم بره برای سقف، 50% به سمت سقف و کف بزنم مثلا. خب اوکی. پس ماهیت استراتژی اول اینجا مشخص میشه که اون استراتژیه هدفش گرفتن چه چیزیه. شما وقتی اینو مشخص بکنی، حالا میتونی بیای واسش فیلتر بذاری. به طور مثال ما آقا میخوایم یک استراتژی داشته باشیم که حرکت اصلی های روندا رو بگیریم. یعنی اگر روندی توی اصلاح رفت، من حرکت اصلی رو بگیرم. خب این خودش فیلتر اولش رو داره مشخص میکنه. یعنی شما باید یک روندی داشته باشی که اول وارد اصلاح بشود. تا زمانی که وارد اصلاح نشه که نمیتونه بره روند اصلیشو بده دیگه. درسته؟ خب پس باید وارد اصلاح بشود. حالا که وارد اصلاح شد، حالا من تصمیم میگیرم که فیلتر بعدیمو بذارم. به طور مثال این فیلتر بعدی دیگه طبق خواسته منه، طبق اون چیزیه که توی دیدگاه همه، میخوام مثلا اونو بگیرم. به طور مثال من میگم آقا وقتی روند اصلیمو داشتم وارد اصلاح شد، من اجازه میدم تا 50% بیاد اصلاح بده. زمانی که تا 50% اصلاح داد، بعد حالا اینجا یک فیلتر در نظر میگیرم واسه نقطه ورود. یعنی اونجا تازه میام روی فیلتر نقطه ورود. سواله میگه تاییدیه نقطه ورود چی باید باشه؟
خب شما تا اینجا رو اومدی، حالا به این نقطه که رسیدی برو توی گذشته مارکت نگاه بکن، ببین بیشتر اون توی دید چی هست. مثلا میری اکثرا اینایی که تا 50% اومدن و حرکت کردن میبینی یه کندل مثلا پینبار این شکلی داده که تونسته بعد عمل نکنه. خب فعلا همینو در نظر بگیر واسه گرفتن معامله. درست شد؟ این هم میشه تاییدیه نقطه ورودت. اینو میذاری میگیری برای حرکت اصلی. حالا اصل داستان اینجا شروع میشه. من اومدم استراتژیمو طراحی کردم، این موجه میاد تا 50% میره بالا. نقطه ورودم چیه؟ گرفتن یک کندل پینبار. حالا ما اسمشو میذاریم پینبار. یک کندل اسپینینگ، یک کندلی که از این پایین شادو داره. حالا میتونه اسپینینگ باشه، میتونه پینبار باشه، فرم این شکلی داشته باشه. فشار خرید رو نشون بده. اون لحظه فشار خرید رو نشون بده. اوکی. اینو لحاظ میکنیم برای اینکه به طور مثال باش حرکت بکنیم رو بالا. حالا واسه همین کندل هم میتونی بیای فیلترهای مختلفی برای خودت در نظر بگیری. اما یه نکته خیلی مهمی رو بدونید بچه‌ها، هرچه بیشتر فیلتر در نظر بگیری فکر نکن داری خیلی محکم میکنی داستانو و الان قرار معاملاتی که تیپی بیشتری بخورم بگیری. نه، اتفاقا میزنی چششو کور میکنی، بدتر میشه، یا اصلا بهت معامله نمیده، یا یک جایی اصلا درگیرت میکنه. انقدر فیلترات زیاد میشه که هی فکر میکنی یکیشون اشتباهه، هی میخوای یه فیلتر دیگه اضافه بکنی، هی میخوای یه کار دیگه انجام بدی، گیر میافتی. سعی کن ساده فیلترهاتو بچینی و به بازار نگاه کنی. ساده اما عمیق. این حرفیه که من سالهاست دارم میزنم. خب حالا یک سری سوال اینجا تو ذهن یه سری‌ها به وجود میاد. آقا اومدیم و تا 50% اصلاح نداد، اینجا رفت. اومدیم و تا 50% اومد رفت پایینتر، از اینجا رفت. نگیر. مگه قراره اونا رو هم بگیری؟ خب استراتژی شما فقط مال 50%. اگه بره پایینتر بده شما نمیگیری، قبلش بخواد بده شما نمیگیری. اینو خیلی‌ها نمیتونن متوجه بشن واقعا. یعنی فکر میکنه همه ی حالتایی که میاد اینجا رو باید بگیره. اصلا چنین چیزی نیست. شما سهمت از مارکت یه بخشیه، یه جاهایی که اون چیزی رو که تو میخوای داره میده میگیری، نمیده نمیگیری، نظاره‌گر بازاری نگاه میکنی فقط. تموم شد و رفت. اوکی. خب پس این تا اینجا شد چی بچه‌ها؟ این تا اینجا شد که آقا من چطور یک سری فیلتر داشته باشم که بیام استراتژیون با اون فیلترها مثلا نگاه. خب اون فیلترها از دل این که من بخوام ببینم کجا میخوام ترید بکنم و چه حرکتی رو میخوام بگیرم استخراج میشه. در رابطه با تاییدیه نقطه ورودم صحبت کردیم. حالا میخوام براتون یه مثال بزنم. همینجا میخوایم یه استراتژی با هم دیگه داشته باشیم. الان اینجایی که دارید میبینید توی دیدگاه من یک حرکت نزولیه، میتونه ادامه نزول بده، میتونه هم وارد رنج بشه. چرا میتونه وارد رنج بشه؟ به خاطر اینکه مومنتومش افت کرده. ما اینجا این مومنتومو داشتیم اینجا و لگ ها کوتاه‌تر شده، در جا داره میزنه اینجا و احتمال اینکه بخواد وارد رنج بشه زیاده. حالا من یک استراتژی میخوام با نقدینگی هم این استراتژی رو داشته باشم، توی رنج هم میخوام داشته باشم این استراتژی رو. اوکی. خب استراتژی من از این قراره. فرض میکنیم اینجا سقف رنج منه، اینجا کف رنج منه. درست شد؟ من سقف هایی که این رنج رو به دو قسمت تقسیم میکنم، یعنی دارم به دو بخش میبینمش، بخش بالای بخش پایینی. سقف هایی که اینجاست و از این پایین کف زده، مثلا یک همچین حرکتی بوده این شکلی. خب من این سقف رو نقدینگی میگیرم. هر موقع قیمت بیاد بزنتش در تایم فریم 5 دقیقه. تایم فریم هم بچه‌ها یک نکته‌ای که حالا باید بهتون بگم، استراتژی میتونه مولتی تایم فریم باشه، میتونه تک تایم فریم باشه. مولتی تایم فریم نیاز به مهارت داره که شما بعد از یه مدت بازار رو دیدی و روابط فرکتالی بازار رو بهتر میتونی درک بکنی. تک تایم فریم هم میتونی استراتژی تو داشته باشی، هیچ ایرادی نداره. اینجا میاد این سقف واسه من تو تایم فریم 5 دقیقه میزنه. این سقفو که توی تایم فریم 5 دقیقه زد، یه دونه کندل بیاد اینجا کلوز بده برای من کافیه. ترجیحاً کندل مومنتوم باشه. اوکی. من ورود میکنم اینجا، استاپ گذاری میکنم، میرم واسه تارگت پایین. و همین اتفاق برعکسش هم بیفته، یعنی این پایین اینجا بیفته، من اینو نقدینگی میگیرم، اینو بزنه، برگرده، ورود میکنم، استاپ میذارم، بره واسه بالا. این استراتژی منه. درست شد؟ خب حالا همینو میخوام برم تستش بکنم. قواعدشو چیدم، نقطه ورودش هم گذاشتم. اینا رو پاک میکنیم. خب اینجا تایم فریم 5 دقیقه است. چیم الان اینجا؟ فعلا به نظر میرسه که داره یه اصلاح میده که حالا مثلا بخواد بریزه. اوکی. خب
من نمیدونم. پس اینجا فعلا نظاره‌گرم، یه خورده باید بازار رو نگاه بکنم ببینم چی دستگیرم میشه دیگه، میخواد چیکار بکنه. اگه بخواد رنج بشه باید بیاد از اینجا برگرده، اگه نخواد رنج بشه خب همین رو باید ادامه بده رو به پایین بریزه. اوکی، پس نگاه میکنم ببینم که چه اتفاقی، اصلا شاید آقا بخواد همین رو یک کله برگرده بره بالا، من باید فعلا فقط نگاه بکنم. خب اینجا ادامه میدم ببینم چه اتفاقی میفته. رو به پایین اینجا معامله شد. اوکی، مارکت اومد رو به پایین، قیمت رو به پایین معامله شد. حالا اینجا بر فرض اینکه، خوب دقت کنید، بر فرض اینکه این کف رنج من باشه، اینم بشه سقف رنج من، که حالا اینو من نمیگم، اینو میگم، آخرین سقفی که اینجا بوده و رو به پایین اومده، اینم بشه سقف رنج من. بر فرض اینکه این اتفاق بیفته، قیمت الان کجاست بچه‌ها؟ تو نیمه پایینیه دیگه. یعنی من اگه بخوام اینو به دو قسمت تقسیم بکنم تقریبا اینجوری حدوداً، حالا یه کوچولو پایینتر بالاتر کار نداریم، این توی نیمه پایینیه. آیا نقدینگی داریم اینجا؟ بله داریم اینهاش. این کفه واسه من نقدینگی، این کفه رو من هر جوری شده نقدینگی میگیرمش، اصلا کار ندارم آقا چرا این نقدینگی، چرا این یکی نیست. آقا نظر من اینه، به خاطر اینکه این اومده بالا اصلاح داده رفته سقف بالاتر هم زده، این یک اعتباری رو واسه یک سریا داره ایجاد میکنه که اینجا میتونه کف اصلی باشه، توی دیدگاه من میشه نقدینگی. یعنی توی دیدگاه من قیمت میتونه اینو بزنه. اوکی، خب اینو زد، من ببینم حالا بعدش اصلا میزنه نمیزنه چیکار میکنه، اصلا میزنه ادامه میده نمیدونم، ولی اگر بزنه و نقطه ورود بگیرم ورود میکنم، چون ایده رنج رو دارم. چرا ایده رنج رو داری؟ به خاطر اینکه گفتم اینجا مومنتوم داشتم، اینجا مومنتوم هم کم شده، ایده رنج رو دارم، پس ریسکش رو میپذیرم، این کارو انجام میدم، میتونم استاپ بخورم. اوکی، خب بریم واسه ادامهش ببینیم چه اتفاقی میفته. هیچ چیز دیگه ای رو نگاه نمیکنم، اینجا خورد نقدینگی من، اینجا گراب شد. میرم توی یک دقیقه گفتیم چی میخوایم بچه‌ها؟ یک کندلی که بیاد بالاش کلوز بده، ترجیحاً مومنتوم. خب اینجا زده، این کندل اینجا کلوز داده اما مومنتوم نیست. خب باید یا ساب بکنم، میخوام حالا دیگه ببین اینجا جاییه که من باید با خودم چالش بکنم که آقا میخوام اینو بگیرم یا نمیخوام. وضع همینه، چیزی به غیر از این نیست، باید بتونم انتخاب بکنم. اینجا قدرت تصمیم گیری یک تریدره. حالا از اونجایی که دیدگاه شخصی من اینجوریه که آقا فوقش یه دونه استاپ میخوام بدم دیگه، چه اتفاق دیگری مگه میخواد بیفته؟ با یه معامله که همه چیز تعیین نمیشه، میگیرمش، ایرادی نداره. اینجا پوزیشنم روی همین کلوز میگیرم، حتی میتونم بذارم مثلا کندل بعدی باز بشه، یک پالسای رو به بالای بذارم، مثلا اینجا حدوداً ورودمو بذارم، استاپمو بذارم زیر این شادویی که اومده نقدینگی رو زده. تیپیمو کجا میذارم؟ تیپیمو اولین تارگت نقدینگی داخل همین تایم میتونم بذارم اینجا تیپی ریوارد 3 هم تقریبا میشه. خب میذارمش همونجا، ادامه میدیم ببینیم چی میشه. استاپ میخوریم، تیپی میخوریم، نمیدونیم، معلوم نیست. خب اینجا معامله اول من تیپی خورد و تیپی ریوارد 3 گرفت مجدد. حالا تیپی خوردیم، باید چیکار بکنیم؟ بریم داخل تایم فریم 5 دقیقه مجدد. توی تایم فریم 5 دقیقه میرم، یه نگاه به بازار میکنم، قیمت کجاست؟ نیمه بالایی. نقدینگی دارم؟ نه خیر ندارم دیگه، اینجا هیچی ندارم مگه اینکه این سقف رو بخوام در نظر بگیرم که مثلا سقف رنج. اوکی، اگه اونو زد میگیرم، ولی نقدینگی دیگری اینجا ندارم. حالا من میام اینو میگیرم، زد باش معامله میکنیم، نزد کاری هم باهاش نداریم، ادامه میدم. خب اینجا اینو واسه من درست کرد که خودش میتونه نقدینگی باشه و بیاد اینو بگیره و برگرده، اما من اینو نقدینگی نمیگیرم به یک علت. اون جایی واسه من نقدینگیه که ترجیحاً از اون سمت یک کف پایین تر زده باشه، یا اگه برعکس باشه یک سقف بالاتر زده باشه. یعنی اینکه اگر اینو اومده پایین اینو بزنه، اوکی اینو بزنه، این دیدگاه همه. حالا یه سریا اینجا میان میگن نه آقا چرا این دیدگاهته، این خودش نقدینگی اینو زده بود، نقدینگی اینو زده بود، پس نتیجتا این از اکستریم اینجا باید آقا ول کن، من توی دیدگاه هم اینه، من میخوام اینو معامله بکنم، چیزی دیگه ای نمیخوام. اوکی، پس نتیجتا کاری ندارم. خب این پایین چی؟ الان این پایینیم چیکار بکنیم؟ این پایین خیلی داستان راحته دیگه، این برای من نقدینگی، من اینو میخوام نقدینگی بگیرم، بزنه معامله میکنم. بالا هیچی ندارم، اینو ندارم به خاطر اینکه اینو نزده، اگه بزنه میگیرمش.
تا نزدیکاش هم اومد اما نزدش. اگه اینجا میزد من قطع به یقین معامله بایمو داشتم. حالا ادامه میدیم، رو به بالا میریم، اینو میزنه، من کاری ندارم، اینو نقدینگی نمیگیرم. اوکی، حتی اگه از اینجا برگرده که میبینید برگشت. خب حالا کجاییم؟ الان توی نیمه پایینی رنجیم. من این کفو ادامه بدم. توی نیمه پایینی رنجیم. توی نیمه پایینی رنج نقدینگی داریم. بله ایناش، این نقدینگی منه. چرا؟ رفته سقف بالاتر زده. یعنی خود مینورش رو بخوای در نظر بگیری، اینو رفته بالا، اصلاح داده، سقف بالاتر زده. پس نتیجتا خیلی اینو کف اصلی میبینن و از دیدگاه من این کف اصلی نیست، این نقدینگیه. جایی که از نظر خیلی از معامله‌گرا اعتبار داره، از نظر من میشه نقدینگی. خب اینو ادامه میدیم. اینو زد، تیک به تیک اینو زد و من الان باید اقدام بکنم به گرفتن معامله بای. چه زمانی؟ بعد از زده شدن کندل تایید. این کندل برای من قطعا تایید نیست. و چرا؟ به خاطر اینکه خب این فشار فروش زیادی پشتشه، من نمیخوام اینو بگیرم. گفتم ترجیحاً میلم به سمت یک کندل مومنتومه. اوکی، و یک کندل مومنتوم میخوام. خب نداده، این مومنتوم اصلا نیست. حتی فرمی هم نداره که بگم آقا از اون ور مثلا فشار فروش نداره. چرا؟ آقا فشار فروش داره. خب من اینو نمیگیرم، اینو معامله نمیکنم، کلوزم میخوام. و کماکان ادامه، نفوذ بیشتر توی این نقدینگی. و این کندل بسیار عالیه برای من، کندل بسیار خوبیه، من همینو میخوام. روی کلوزش میگیرم، استاپ زیر شادو خود کندل. تارگت رو کجا میذارم؟ یه نگاه اجمالی بخوایم بکنیم، این نقدینگی اینجا راحت، این نقدینگی که دارید میبینید بچه نقدینگی ترنده، راحت همه رو میتونه بزنه تا این ابتدا بیاد. از دیدگاه پرایس اکشن هم میشه ابتدای فشردگی. تقریبا تارگت 2.35 رو داره میده و توی همین تایم هم برای من جوابه، هیچ مشکلی نداره. ادامه میدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. نمیدونم، تیپی میخوره، استاپ میخوره، نمیدونم. و خب این معامله هم برای من اینجا تیپی خورد. حالا ما دو تا معامله رو با این سیستم گرفتیم، تیپی خورد. دلیل نمیشه که همه معاملات تیپی بخوره. اوکی، و صرفا فقط خواستم اینو بهتون نشون بدم که ماجرا از چه قراره، چه جوری فیلتر در نظر گرفتم، چه جوری اجراش کردم. گرچه چیزی رو که الان بهتون گفتم خودش یه استراتژی بسیار قویه و میتونید ازش استفاده بکنید. و حتما این ویدیو رو اگر براتون مفید بوده با بقیه دوستاتون به اشتراک بذارید و اگر عضو کانال ما نیستید خوشحال میشم ما رو سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو بزنید و همینطور کامنت هاتون رو برای ما حتما بذارید. تک به تک کامنت ها رو مطالعه میکنیم و پاسخ داده میشه. اگر سوالی چیزی هست در خدمت هستیم. فعلا خدا نگهدار.